بابای جون به چیز بد کم بچه توشتم دیگه هم کو بچه داری هم به یخن مفتاده همینجا پرتای هیچ نمره خانه یکای دیگه بره یک شو دو شو چهار شو خانه یکای دیگه هم بره دیگه مرکو بکشتی مردم هم بابا دارم من خوشحالم بابا دارم میمرو مگه تکلیف ما خوشم روشن کنم آچار بیتی سید احمد کجاه؟ خیریته؟ من به شما کمی کار دارم او کجاه؟ سید احمد تی باخشن بخی بره ارجه خوب بیا بخی باش برو شفتلو نه شف همین دولی بابای من بابای شما مسته شما بقى سمزین این یک سرم یخن ماه برو رو که همیشه خودمه بود و خودمه هسته حالی می یک دفعه نیوم تور جمع میکنی یک ذره تو زور میتیره برو رم تو که زن و بچه داری کاروبار رو دیمه جورتره بابار تو جمع کن من که هر روز به فوتبال بازی و گل بازی و میترسم پیشون بوموره بیزاداش بیادب بخوام تو بلوز دیم کی 15 زن کردم من نمیذارم دست خور سیاسی فت بزنم میذارم اونجا بابای تو لباس بوشه او تو حالت بیتیه امیر که برار تو راست میگی اونو سید احمد به جمع نمیکنه سه تا زن هم داره بنده خدا شما یه حال ما خبر داشتین به خدا لباسا کلو نر میشوشتین خب دانی میگی مگه رول باز ما جمع کنم دیگه بنده خدا تو به ایمه رخشن میگیری 20 روز میشه من یه حمام کردم نی لباسامم تیان بور کنم مری شما تو شهر شده سین ظرف شویده رشیده میش داری بابا جمع کنم با صلاحیت و تیامق ذره بود بعد میکردی سه تا زن میکردی کولاش سیکت سید احمد بچم بشغال مقال داریم اگه به خاطر ما خود برارا جنجال داری که بچم من هیچ کم تا جمع کردن به کار ندارم میرم تا یک معشیت بخوام میقد بیدی مرقد بهتون گفتم ذره زیاد طرفداری نکنه ذره به زیاد زن ناتی یا قیافه هاشو دیار بود آدمای عدلی نیان انا لکی میبینی یعنی چند وقت پیش من نبودم به مسافرت بودم معلومه مادرم دولی بابا جمع میکردن که پیش تو بمرد بیا بریم بابا جو ازی ببر من خودم ایتو به خبرم خودم تو جمع میکنم دنبال زیر بیننگا نگه باشم یک کمی میاریم تارت کنم با بهش نمیارم بابا جو تو همیشه بیشی من حال میرم بهت یک هفته او گرم سرد میارم بیشی نمیشه آخه بیا خدمت کنم تا کورو گردان زن یک هفته ای بیار بابام تارت میکنه بیام بابا بیجی به خدا زنم بیا هر دو تامار میکشه